من دوباره اومدم با پارت دوم تقویت اسپیکینگ با پرتکرارترین جمله های فیلم و سریال های خارجی مخصوصا هالیوودی. خوش اومدی به کانال من زهرا انگلیش. من زهرا مدرس زبان، بیشتر از 8 ساله که تدریس زبان انگلیسی انجام میدم، هم به زبان آموزای داخل ایران هم به زبان آموزای خارج ایران. اگه دلت میخواد بیشتر با روش تدریس من و کلاسای من آشنا بشی، میتونی پیج اینستا منو هم فالو کنی. خب اگه قسمت اول این سری ویدیوها رو دیده باشی، میدونی که ما شروع کردیم از جمله های پرتکرار فیلم و سریال های خارجی داریم استفاده میکنیم برای تقویت اسپیکینگ. گفتم که داخل این مدل یادگیری ما اصلا به گرامر و این چیزا کاری نداریم، یعنی ما جمله ها رو نمیخوایم از لحاظ گرامری موشکافی بکنیم. تنها کاری که میکنم اینه که زمانی که مثلا دارم یه جمله رو بهت یاد میدم، معنیشو میگم، ازش مثال میزنم، ممکن از داخلش یه کلمه رو انتخاب بکنم، بگیم اون کلمه مثل کد بشه که زمانی که میخوای صحبت بکنی اون جمله یادت نمیاد، وقتی یاد اون کلمه بیفتی سریع میتونی ازش استفاده بکنی، یعنی کل اون جمله شکل یه قالب میاد جلو چشمت. تو پارت اول 11 تا جمله که هم خبری داشتیم هم سوالی رو با هم دیگه بررسی کردیم، دیدیم که معنی فارسیش چی میشه و اینکه ازش کلی مثال زدیم. هم مثال زدم که تو چه موقعیتی استفاده میشه، هم ازش ویدیو آوردم که ببینی که داخل فیلم و سریالا دقیقاً با چه لحنی میگنش. حالا برای ویدیو امروز تعدادش رو بیشتر کردم. میخوایم امروز 15 تا جمله پرتکرار رو با هم دیگه بررسی بکنیم. حالا بیا بدون معطلی بریم سراغشون. خب اولین جمله‌ای که برای امروز داریم اینه I'll be right back. I'll be right back یعنی الان برمیگردم. مشخصه دیگه، مثلا با یه نفر هستی، تو یه جایی هستی، بعد لازمه که بری و برگردی، میگی من الان برمیگردم و اینجا میگه I'll be right back. یه نکته راجع به این I'll فقط خیلی سریع بگم، این I'll همون I will هست. کلا انگلیسی زبانا مخصوصا آمریکایی عادت دارن که کلماتو میگیرن جمعشون میکنن، مثلا دو تا کلمه رو به هم دیگه میچسبونن، کوتاهش میکنن، که به اینجور کلمه ها اینجاها میگیم contraction، مثل I am میشه I'm، اینجا هم I will شده I'll. حالا این مثال ازش بزنیم، مثلا برمیگردی به طرف میگی wait here، wait یعنی منتظر موندن، میگی اینجا منتظر بمون، I'll be right back، الان برمیگردم. حالا چند تا مثال ازش ببینیم و گوش کنیم. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. All right, well, I'll be right back. جمله بعدی Don't worry about it. Don't worry about it. Worry یعنی نگران بودن، نگران شدن. وقتی میگه don't worry about it یعنی راجبش نگران نباش، یا محاوره تر، خیلی روونتر، نگران نباش. یه نکته تلفظی هم بگم مثل پارت اول که یه گذری میذاریم به تلفظشون، این جمله اینطوریه که don't worry about it، ولی معمولا وقتی دارن سریع صحبت میکنن اون about با it رو میگیرن با هم دیگه لینکش میکنن، میگن about it. Don't worry about it. همین الان یه بار بگو. مثلا ممکنه یه فیلمی داری میبینی، طرف میگه که don't worry about it. It's okay. It's okay یعنی اوضاع رو به راهه، همه چی اوکیه. Don't worry about it. نگران نباش، غصه نخور. Her manager saying, "Don't worry about it. It's not going to happen. He's Don't worry about it. And I kept on saying, I'll take the vacuum cleaner. Don't worry about it. جمله بعدی خیلی رایجه. Take it easy. Take it easy که سریعترش میشه take it easy. Take it easy یعنی چی؟ یعنی آروم باش یا سخت نگیر. حالا چطوری استفاده میکنیم؟ توی یه سری موقعیت ممکنه که یه نفر مثلا امتحان داره یا یه مسابقه داره، از لحاظ جسمانی به سلامتیش داره آسیب میزنه، حالا ما میخوایم بهش بگیم که اینقدر به خود سخت نگیر، take it easy. یا مثلا ممکنه یه فیلم یا سریال داری میبینی، طرف یهو با یه چاقو اومده داخل یه مکان عمومی میخواد بزنه مردمو و ممکنه که پلیس از روبرو باشه یا یکی از همون آدمایی که داخل خیابون هستن برمیگردن میرن جلو، وقتی میخوان آرومش بکنن میگه hey bro take it easy، دارن دعوتش میکنن به خونسردی، میگه آروم باش. Hi. Can you take it easy when I do business, please? And if you all think that I'm going to take it easy on you just because it is the last class, Hey, take it easy on Mano Holmes. جمله بعدی let's do this. do که یعنی انجام دادن. وقتی طرف میگه let's do this یعنی بیا یه کاریو، حالا اون کاری که مد نظرشونه، میگه بیا فلان کار رو انجامش بدیم، بزن بریم فلان کار رو انجام بدیم. مثلا یه مثال داریم، ممکنه که مربی تیم برگرده به اعضای تیم بگه اوکی تیم، بعد از اینکه باهاشون صحبت کرد و تموم شد میگه اوکی تیم let's do this.
اوکی؟ میگه بیا انجامش بدیم. یعنی چی؟ یعنی بریم مسابقه و ببریم. Your pen and paper, kids, and let's do this. Let's do this together. Let's go. So let's do this. Let's do this. بعدی یه جمله سوالیه. What's the matter? What's the matter? Matter یعنی موضوع، ماجرا. وقتی طرف میگه What's the matter یعنی ماجرا چیه؟ موضوع چیه؟ معلومه کجا استفاده میشه دیگه. حالا ممکنه طرف یه کاری کرده باشه یا چه میدونم یهو اومده داره نفس میزنه یا هر چیزی. اون نفر مقابل ازش میپرسه What's the matter؟ موضوع چیه؟ ماجرا چیه؟ چه خبره؟ Like, what's the matter? I said, what's the matter, Linda? She said, Can you tell me what's the matter? What's the matter? بعدی خیلی رایجه. اتفاقا یادمه که داخل سری اول تو کامنت ها دیدم که یه نفر گفته بود، حالا شاید هم الان داری نگاه میکنی ویدیو رو، این پارت دومو، گفته بود که up to you. اون جمله‌ای که از یه فیلم یا سریال دیده بود و تو ذهنش حک شده بود این بود up to you. دقیقا جمله بعدی ما هم همینه. It's up to you. It's up to you یعنی به تو بستگی داره، با خودته. معلومه کجا استفاده میشه دیگه، جایی که بحث تصمیم گیری و مثلا اینکه چند تا آپشن هست قراره یکیش انتخاب بشه یا دوتاش انتخاب بشه، برمیگردی به طرف مقابلت میگی it's up to you یعنی به خودت بستگی داره اینکه کدوم رو انتخاب بکنی. مثلا این مثال نگاه کن، میگه do we go or stay یعنی قرار بریم یا بمونیم. It's up to you بستگی به تو داره حق انتخاب رو بهش میده. If you make something people want or need, then it's up to you to set the limits. Well, it's up to you, really. It's up to you. So it's up to you, honey. جمله بعدی اشاره به کلافگی و اینکه یه طرف دیگه کم آورده میکنه. میگه I had enough. I had enough یعنی به اندازه کافی. میگه من به اندازه کافی دیگه کشیدم. اینا نشون میده که چقدر دیگه بریده تا اینجاش رسیده. مثلا اگه داخل یه سریال شنیدی که طرف میگه I had enough of this یعنی داره اشاره میکنه به یه قضیه‌ای، به یه موقعیتی. میگه من به اندازه کافی از این قضیه یا از این چیز کشیدم، دیگه نمیتونم. I had enough of this. I had enough of this. All right, I had enough of this. I had enough. بعدی just a second یعنی ثانیه. ما داخل زبان فارسی چی میگیم؟ میخوایم بگیم یه طرف مثلا یه نفر صبر بکنه، بهش میگیم یه لحظه، یه دقیقه. اونا میگن just a second. گاهی اوقات کوتاه‌ترش هم میکنن، میگن just a sec. اگه این سک رو شنیدین یا دیدین همون سکند هست، میگیرن کوتاهش میکنن just a second. یا مثلا میگن just a moment یعنی یه ثانیه صبر کن، یه لحظه صبر کن. مثلا طرف میگه just a second or just a sec I'm coming میگه یه لحظه صبر کن من دارم میام. یا مثلا طرف داره لباسش رو عوض میکنه، یهو مامانش صداش میزنه، داد میزنه، میگه just a second I'm getting changed یعنی یه لحظه صبر کن من دارم لباسامو عوض میکنم. Your new mommy will show you into your new house in just a second. Well, wait just a second. Hang on just a second. Just a sec, I'm freaking out, actually. بعدی که هر روز میشه استفادهش کرد I'm so tired یعنی خسته. وقتی میگه I'm so tired یعنی من خیلی خستم. این so همون خیلی میشه. I'm so tired من خیلی خستم دیگه، موقعیتش هم معلومه دیگه. مثلا طرف میگه I'm so tired I need to rest یعنی استراحت کردم. میگه من خیلی خستم، احتیاج دارم که یکم استراحت کنم. I'm so tired. I'm so tired all the time. I'm so tired. جمله بعدی دوباره کلافگی و بریدن یه نفر رو نشون میده. میگه I can't take this anymore. وقتی میگه take this یعنی تحمل کردن، anymore همون دیگه خودمونه. میگه مثلا دیگه نمیتونم یه کاری انجام بدم. این میگه دیگه نمیتونم تحمل کنم. I can't take this anymore. مثلا این مثال رو نگاه کن چی میگه. میگه that's enough کافیه. I can't take this anymore دیگه نمیتونم تحمل کنم. این جمله داخل فیلم و سریالایی که مربوط به کاپلاست، زن و شوهراست یا دو نفری که پارتنرن خیلی میشنویم که طرف برمیگرده میگه یکیشون یه جا میبره، معمولا خانومه یه جا میبره و یهویی میگه که I can't take this anymore یعنی دیگه نمیتونم تحمل کنم. اون شرایط رو دیگه نمیتونه تحمل کنه، برای همین اینو میگه. I can't take this anymore. I can't take this anymore. I can't take this anymore. Didn't. Every time I said to myself, I can't take this anymore, I was wrong. I said I can't take this anymore.
بعدی جمله بعدی خیلی باحاله از این نظر که هم تو موقعیت منفی هم مثبت به کار میره. This is unbelievable. This is unbelievable. داخل این کلمه unbelievable چی داریم؟ فعل believe رو داریم، یعنی باور کردن. یه چیزی که حالا believable باشه یعنی قابل باوره، میتونیم باورش بکنیم. حالا اون آنی که اولش اومده منفیش میکنه، یه پیشونده، بهش میگیم prefix. وقتی یه چیزی unbelievable باشه یعنی غیر قابل باوره، نمیشه که باورش کرد. پس وقتی طرف برمیگرده توی یه فیلم یا سریال میگه که this is unbelievable یعنی باور نکردنیه. حالا ممکنه مثلا جمله اینجوری باشه که طرف بگه this is unbelievable we won، میگه ما بردیم، این باور نکردنیه. اینجا معلومه که طرف خوشحاله داره این حرفو میزنه. حالا یه مثال دیگه‌ش هم میتونه اینطوری باشه که مثلا میام یه چیزی رو میشنوم، یه چیزی میبینم و نمیتونم باورش بکنم، یه چیز منفیه، یا از اون نفری که دیدم این کار کرده این حرفو زده انتظار ندارم، میتونم بگم this is unbelievable یعنی باور نکردنیه. This is unbelievable. This is unbelievable. This is unbelievable. My God, this is unbelievable. اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن که منم انرژی بگیرم برای پارت‌های بعدی. مرسی. جمله بعدی که بابا مامانا خیلی میگن I'm so proud of you. I'm so proud of you. proud of یعنی مثلا به یه نفر افتخار کردن. وقتی طرف میگه I'm so proud of you یعنی خیلی بهت افتخار میکنم. کانتکستش هم مشخصه دیگه، اکثرا پدر مادرها یه کسی که معمولا سنش بالاتره به یکی دیگه میگه، ممکنه یه مربی باشه، یه معلم باشه، پدر مادر باشن، میگن I'm so proud of you یعنی خیلی بهت افتخار میکنم. این جمله هم خیلی رایجه داخل فیلم و سریالا که طرف برمیگرده، مخصوصا مردای سیاه‌پوست برمیگردن به پسرشون میگن I'm so proud of you son یعنی پسرم خیلی ازت راضیم، خیلی بهت افتخار میکنم. I'm so proud of you. I'm so proud of you. And I'm so proud of you for going to therapy, by the way. So grateful to be here, girl. And I'm so proud of you. Thank you. جمله یکی به آخری let's go. Let's go یعنی بزن بریم. فقط یادت باشه let's go صرفا به معنی رفتن به یه جا نیست. رایج ترین معنیش همین رفتنه. مثلا میگیم let's go to the park, let's go to the gym یعنی بیا بریم باشگاه، بیا بریم پارک. ولی مثلا یه موقعیتی رو در نظر بگیم، من از خواهرم یه کاری خواستم، بعد اون برام انجام نمیداد، اون کار خیلی برام مهم بود، خب انجام نمیداد، بعد یهو رضایت میده که انجامش بده، بهم کمک بکنه و من اونجا از یهو خوشحالیش رو میگم let's go. خب اینجا ما نمیخوایم جایی بریم، فقط صرفا به خاطر اینکه یه کاری رو میخوایم شروع بکنیم، انجام بدیم، من از خوشحالی میگم let's go بزن بریم. Let's go play. Oh, let's go, Squeaks. There are 6 steps to this, so if you're ready, let's go. جمله آخر let me think. Let me think یعنی بذار فکر کنم. کاربردش هم معلومه کجاست دیگه. مثلا ممکنه طرف یه سوالی پرسیده باشه، تو میخوای بگی که بذار فکر کنم اول راجبش. Let me think. Just let me think about it. Let me think about it. Let me think. خب اینم از پارت دوم این سری از ویدیوها. اگه پارت اول رو ندیدی حتما اونم ببین. امیدوارم که اول اونو دیده باشی بعد اومده باشی سراغ این. اگرم از این سری ویدیوها خوشت میاد، دوست داری که زبانتو یا بهتره بگم که سپیکینگتو دوست داری با جملات پرتکرار فیلم و سریالای خارجی تقویت بکنی، حتما همین الان چنلمو سابسکرایب کن، به خاطر اینکه پارت بعدیشو که میشه پارت سومو خیلی زود میذارم. حتما هم تو کامنت ها برام بنویس که بین این 15 تا جمله‌ای که امروز گفتم و توضیح دادم کدومش مورد علاقته. خیال میکنه که تو آینده احتمالا قرار خیلی ازش استفاده بکنین تو اسپیکینگت. تا ویدیوی بعدی، بای بای.